سلام سلام كمسك الختام. خواهری بی صدر، تو سزاوار کلمه ای مسلمان باش. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. خواهری بی صدر، تو سزاوار کلمه ای مسلمان باش. بعضی از دختران ما تا حد بی‌حیا شده‌اند که حتی بعد شوهر کردنشان با عشق حرامشان در تماسند و یا از دست بی‌شرمی و سبکبایی شوهرانشان آنها را طلاق می دهند. خواهران بی سترم، لباس پوشی شما تربیه شما را نشان می دهد، نه زیبایی شما را. پس چون چیزی که الله مهربان آفریده است بی‌زیب نیست، زیرا خداوند هیچ وقت خطا نمی کند. چون خداوند می گوید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در زیباترین صورت آفریدیم، پس شما زیبا هستید و این زیبایی خود را با ستر اسلامی حفظ نمایید. ستر و حجاب امر پروردگار شما است، آنی که شما را خلق کرد. ستر و حجاب کردن شما نشان دهنده ایمانداری شماست. آیا سخنان پروردگار خود را گوش نمی کنید؟ شرم و حیاء شما آداب و اخلاق شما را نشان می دهد. خواهر مسلمانم، برای چی رسمت را در شبکه‌های اینترنتی می گذاری؟ عیب نیست مگر؟ نمی ترسی که ناخواست پدرت یا برادرت و یا یگان خویش و اقربایت آن رسم را ببینند و یا یگان به عقل دیگر آن صورت را گرفته به دیگران نشان داده و فخر کند که گویا تو با او یگان علاقه داشته باشی؟ آیا فکر نمی کنی؟ آیا نمی ترسی که رسمت را گرفته مسخره کنند؟ رسمت را از اینترنت بگیر که این فتنه است. به گمانت قلب تو پاک است، ولی قلب آن گرگ گرسنه بی ناموس پاک نیست و در قیامت چی جواب می داده باشی؟ بدان زیبایی زن در 5 چیز است: در تقوا، شکرگزاری، صبر و با عقل و با احترام بودن. خواهر مسلمانم، اگر می خواهی که مویهای زیبا داشته باشی پس ستر بکن. اگر می خواهی پوست بدنی خوب داشته باشی پس لباسی دراز بپوش. اگر می خواهی که چشمانی زیبا داشته باشی پس هنگام راه رفتن آنها را به سوی زمین بکن. اگر می خواهی که روی زیبا داشته باشی پس آن را با خیمیه نه بلکه با نماز و دعا و طهارت آن را آرا بده. بدان که هیچ وقت چیزی منع شده، چیزی حرام شده فایده به تو ندارد. خواهر بی ستر، حیا و عفت خود را نگه دار. تو سزاوار کلمه مسلمان باش. در آخر دست برداشته دعا میکنیم که خداوند این خواهران مسلمان ما را به راه راست هدایت بفرماید. آمین. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.